سلام دوستان، میگم حواسم خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدیم یه ویدیو جذاب داشته باشیم از سری ماینکرافت بد وارز. امروز اومدیم هک 400 تایی رو معرفی کنیم. مرسی از حمایتتون، وقتی نبودم قرار برگردیم. خب امروز اومدیم ریسورس 400 تایی رو معرفی کنیم. اگه این ویدیو ادیت نداره یا ادیت داره معلوم نیست، خودم نمیدونم قراره چیکار کنم و سعی میکنم ادیتش کنیم و بریم سراغ ویدیو. Let's go. راستی یه چیزی یادم رفت، این ویدیو توی یوتیوب هم آپلود میشه، حتما برین یوتیوبمونم دنبال بزن بریم. خب حالا ادامه ویدیو رو داریم. مولتی پلیر، میریم داخل گیم آپ. خب من خیلی وقت بد وارز بازی نکردم، اگر یکم بازیم بدتر شده نسبت به گذشته. بنده بحث راست لانچر درست شده، این نکته مثبتی خواهد بود و ما رمزمون رو میزدیم و شما تو ادیت دارین صورت بنده رو میبینید و رمز نمیتونید. اولین کاری که میکنیم من کنترلر رو باید درست کنم که خب این ریسورس پک 400 تای ما، ریسورس پک گیم وارز 400S این الیکس هم هست. بفرمایید این گیم وارز 400S مخصوص شما، یکی از بهترین ریسورس پک هایی که من تا به الان درست کردم. این باگ سیم کلاینته که درستش میکنم، شما نگران نباشید. تو آپدیتی که میندازم تو روبیکا درست میشه. آیتم ها برق میزنن، این مثلا امرالدی که برق میزنه به زیبایی درست شده. خب حالا میریم داخل وقت کویک مچ. کویک مچ کدوش جان عزیز، حالت چطوره؟ مهدی جان حالت چطوره؟ خب 3 عدد آیرون، 6 عدد آیرون، 9 عدد آیرون و 12 عدد. راستی این ویدیو رو من دارم ضبط میکنم دوشنبه است. قولی که داخل کار دارم روز دوشنبه ویدیو قرار بود ضبط بشه. اگر ادیت داشته باشه شب دوشنبه و اگر ادیت نداشته باشه بعد از ظهر دوشنبه برای شما آپلود کنم. خب بنده همین اول کار یه بد رفت دقیقا بلاکا عوض میشه. من میخوام داشتم میکروفون درست میکردم، نامردی کردیم البته اونم نمیدونست. بنده حالا درست کردم میکروفون هستم. قرار ویدیو راست هم داشته باشیم، راست سرور راست ایران راه هست. بریم ایران. خیلی زاید PvP از زمان جنگ تغییر کرده، از زمان دو نقطه. اودا ندارم آیروناس هم که نیست. همه چیزشو من درست کردم چون بقیه چیزا رو میتونید توی آپدیتی که میفرستم تا توی سیم کلاینت هم درست کار کنه میفرستم براتون شما هم برین. بده که مونده گله. PvP هم تغییر کرده شانس. PvP بهتر شد. من PvP اهم تیرکس ماین و گیم آپ عادت کرده بودم. حالا
بعد از مدت با یه پی وی پی جدید اومدیم و من عادت ندارم. خب گلهی بده مایم دیگه، مایم راستی دکور جدیده بچه روزا خبر دارن، تابستونه الان با اینم بچه نه اینو دیگه همه تو خبر. توی تلگرامم میخوام یه کانال بزنم، نظرسنجی که میذارم و شمایی که دارین از یوتیوب ما رو میبینید حتما ما هم تو آفار دنبال کنید. دمتون گرم. بله این ویدیو همزمان در هر جا آپلود خواهد شد. از یوتیوب اون حمایت کنید، اونجا هم ویدیو میذاریم. بعضی از ویدیوهایی که تو آفارت نمیشه گذاشته ما اونجا میذاریم. لایو هم تو هر دوتا هستیم با امید خدا. همین دیگه بعضی روزا تو یوتیوب این چیه تو خب اشکالی نیست، من آدم آرومیم. آره دیگه. خب چرا من انقدر امروز میگم خب رو شما خواهید دونست. کمتر حرف میزنم در ادامه ویدیو. یه فکر به ذهنم رسید اگر شما دوست دارید، حالا اجراش میکنم در ادامه. خب ادامه هست آخرین باری که فصل پیش زدم و یادم نمیده. آخرین دستی که بدبارز کردم وین شدم. جامپ زدم آقای گیم آپ دات آی آر ام سی. یه زمانی انقدر ما بازی میکردیم که گیم آپ برای ما کشکالو بود، کس جنه ما حریف نبود. استریم هم بیاین دیگه بچه ها. قرار بود حرف نزد. حالا ازنم شد. پرفکت. واو واقعا تکنوبلید در گول لرزید. داداش خیلی گیجی. میدونستم بدم قرار بود بخاطر همین انا خورد. بانگ 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 بانگ. اوایل دو دست فقط بازی کردیم. مثلا من تا یه دستم برام ویدیو ادامه خواهد داشت. پس چالش چی شد؟ تا یه دست نبریم ویدیو ادامه خواهد داشت. میتونست دست اول ببریم و این ویدیو در ثانیه اول پایان بریم، اما نه. شاید این ویدیو 2 ساعت طول بکشه. بسم الله الرحمن الرحیم. چیتر باز اومد احساس میکنم هر موقعی که من میام چه منگی چه پشمه یه چیتری تو مسابقه ما هست. واه این از کجا میتونستم بکشمش؟ اون یکی یادش اومد. من 1 کیلو گرفتم. 1 کیلو گرفت.
داشتم ناامید میشدم. بچه هایی که از ما رو از یوتیوب کنم شاید مسخره باشه ولی تو این ویدیو من الان بی حالم. نمیدونم دارم این دکمه رو میزنم. داداش تو PvP از من ضعیف داری. الان دکمه من تازه یادم اومد چیزی به نام گلدن اپل وجود داره. آها ریسورس پک داشتم معرفی میکردم و این بلاکای ریسورس پکمونه که لیتل پک گلدن اپلشه. به به سیب بخور قصه نخور. از قدیم گفتم ولی من یادم نمیاد. این دستم باختیم نمیشین. دستی چهارمه. به ازای هر دستی که میبازم 4 تا ازایی که هر دستی که میبازم اگر زوج باشه نصف بچه یوتیوب آپارت بهم چالش میدن. بعد بین اون چند تا چالش 3 تاشون انتخاب. اگر فرد باشه بچه های یوتیوب مثلا 3 تا، بچه های آپارت 4 تا میتونن بگم. من بنده از اول زندگیم تو آپارت فعالیت میکردم و بعد به یوتیوب بازگشتم به آپارت. نه اصلا کلا تقسیم یاد داداش دوباره بفرمان دیگه. اگه گاد بیج بزنه بچه ها رو همین الان بهشون ایدیم گاد بیج نده. خب PvP هنوز زنده است. رپ هم میخونه براتون PvP شاید باورتون نشه. نشد. خب زود باش برو جلو. این زندگی بهت میگه بدو بدو. این زندگی بهت میگه بدو بدو. اثرات ما این بنده یک نوع جنگنده خزانه‌های بنگلادش. تله از اون من برای دوست خودت انداخت بای 35م. بچه شاید در یوتیوب روزی 2 تا ویدیو بزنیم، در آپارات 1 دانه یا کلا برابر. ولان هم آوردم 2 تا هم دایمند بود. اما من پس تشخیص دادن این که چقدر دایمند آوردم و چقدر گلدن دیدم باید از معادلات ریاضی استفاده کنم. یکم وول میخوام. وول انقدر وول نخور بچه. خب وولا رو که گرفتیم آموزش مرحله بزنم. اول شما به یک یار پرو نیاز دارین مثل خودت باشه. سبک بازیش باید به هم بخوره. ولی فهمیدین؟
یادداشت کنید، حتما تو امتحان خواهد آمد. امتحان بدوارز اگه ازتون گرفتن نکات رو حتما باید یادتون بمونه. بنده این درس ها رو از تکنوبلک گرفتم. خیلی بد. من این درس ها رو از تکنوبلک گرفتم، شاید باورتون نشه. بنده لیسانس ارشد مسخره بازی رو دارم و مسخره بودن و بی‌مزه بودن. احساس میکنم قرار بدمون بره اما نمیتونم. مثل آدم هست. بچه چه خبر؟ تو کامنت ها حتما بریم بگین حالتون چطوره، اوضاع زندگیتون چطوره و غیره. شاید خربزه رو نشناسید. یکی از بزرگترین دانشمندان و یادم میاد الان میگم. فیلسوفان دنیای موازی هستیشون. ایشون تدریس میکنه زبان خربزه آبادی رو در دانشگاه عبدالموسی جعفری. بله، مولانا داداش این خربزه. پدر خربزه که زکریا رازی. فامیلی خربزه چیه؟ خربزه رازی. زکریا رازی مردمون شاعر و ایرانی، شاعر اوضاعی ایرانی نیست، اسمش زکریا، فامیلیش رازی. فامیلیش هم از چسب رازی پی بردن. ایشون در دانشگاه هاروارد درس خوندن. هاروارد اگر نمیشناسین دانشگاه هاروارد کجاست؟ یه دانشگاه تو آمریکا. آمریکا کجاست؟ تو قاره آمریکای جنوبی. آمریکا شمالی. آمریکای شمالی کجاست؟ توی کره زمین. کره زمین کجاست؟ توی منظومه شمس. منظومه شمس کجاست؟ توی کهکشان راه شیری. کهکشان راه شیری کجاست؟ توی جهان کجاست؟ تو چند جهانی. حالا جهان موازی کجاست؟ تو جهان موازی. میمون بده ما چرا خالیه؟ واو داداش این همه TNT رو میخواد آخر کار خودش. امکان داره این دست رو بینچیم. سب کنید اون یاده کجاست؟ اون یکی کجاست؟ سعادتی یاد ما کجاست؟ اینجا. اون سعادتی کجاست؟ اون بر اینا یه دنیا با هم فاصله دارن. بردیم. دیدی گفتم گوله شیطونی نخوردم و این دست رو ادامه دادیم. خب دوستانم، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، دنبال بزنید و حتما از یوتیوبمون و تلگرام هم حمایت کنید. اخبار بیشتری اونجا میذاریم، مسابقات بیشتری و بازی‌های بیشتری قرارتون اونجا بریم. استریمام تو یوتیوب و آپات هست و قرار توی کانال‌های تلگرام اخبار یوتیوب و توی رویکا اخبار آپات رسانی میکنم. لینک یوتیوب هم زیر همین ویدیو هست. لایک، کامنت، دنبال بزنید و تا یک ویدیو دیگه خدافظ.